الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، مثل طبق عادت پیشین امروز هم به سمع شما یک احادیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. در آغاز صحبت اگر خطاگی سر بزند از همه معذرت خواهی میکنم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در این حدیث من شما را به دو چیز نصیحت میکنه، گوش زد میکند، با دقت گوش کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید عجلوا الی الصلاة قبل الفوت. ای امتان من، شما به سوی نماز بشتابید، به سوی صلات بشتابید پیش از آن که نماز از شما قضا شود. پیش از این که نماز قضا شود چیکار کنید؟ بشتابید، نماز رو در وقتش ادا کنید. رسول الله میگوید هر انسان مسلمان وقتی میگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله، خواه مرد است، خواه زن است، خواه گدا هست، خواه بای است، هر طوری که باشد باید وقتی نماز کشید، باید در حال چیکار کنه؟ نماز الله برپا کنه. همون را پیامبر یکم نصیحت مو میکند، میگوید عجلو، یعنی عجله کو، حرکت کو به سوی نماز قبل الفوت، الی الصلاة قبل الفوت، به سوی نماز پیش از این که نماز است فوت شود. عجلو الی التوبه قبل الموت. لیکن حرکت که باز دیم نصیحت پیامبر به تو میکنم این است که حرکت که به سوی توبه پیش از این که مرگ دامن ایتره بگیره. عزیزان دل، توبه کردن فقط این نیست که ما رفته در روی جای نماز بشینیم بعدا توبه را کنیم. بنده مؤمن در راه می رود، برای گناههای خود پشیمان می شود، این توبه هست. بنده مؤمن در تنهایی می شود، اشکش جاری می شود، از گناههای کردش ایذا می کشد، از الله می ترسد، این خود توبه هست. به همین خاطر در هر کجا که باشید پیش از اون که مرگ دامانتون بگیره، عزیزان دل، همگی باید توبه کنیم. شاعر هم چیز زیبا می فرماید مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در رای طاعت بکوشم، با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. این شاعر من ترا نصیحت میکنه، چندین جوانا بودن گفتن وقتی پیر کشیدیم با چکون میکنیم؟ توبه و ندامت میکنیم. پیر کشیدیم، سین سال مکرف، بعدا نماز میخونیم، بعدا چکون میکنیم؟ از گناه اجتناب میکنیم. لیکن با پیری نرسیده الله مرگ بالای اینها چکو کرد؟ روان کرد. به همین خاطر عزیزان دید در هر کجا که باشه کوشش کنه که گناه از شما سر نزنند. لیکن وقتی گناه که سر زد توبه را با فرد و نگذاره. عزیزان دل میگویند که 5 چیزده باید انسان عجله کنه، حرکت کنه. یک تا اون توبه هست. همیشه باید چیکار کنیم؟ در توبه همیشه زبان ما آلوده باشه، یعنی هر وقت گناه کردیم باید چیکار کنیم؟ در با سوی خدای خود رجوع کنیم، توبه کنیم. میگه در دنیا 2 دوست بودن، با هم رفیق بودن. یک دوستش نمازخوان بود و دیگرش نماز نمیخوان. از اون دوست که نماز نمیخوان سوال کرد ای رفیق، ای دوست، چرا عبادت الله نمیکنی؟ او در جواب دوستش گشت و گفت ای دوست، خبر نداری که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفت کسی که آخران سخنش وقتی که جان میته اگر لا اله الا الله باشد داخل جنت میشود. این رفیق در جواب اون دوستی که بی نماز بود گشت گفت بله دوستم، راست میگویی، آخرون سخنی که اگر لا اله الا الله باشد انسان داخل جنت میشود. لیکن من از تو یک سوال میکنم. گفت چی سوال میکنی؟ گفت در دنیا چی کاره هستی؟ گفت من در دنیا دوزندگی میکنم. گفت از همه کار آسان تو چیست؟ اون رفیق در جواب گشت و گفت پاره کردن لباس، همین لباس پاره کردن. گفت من از تو سوال میکنم وقتی که حضرت عزرائیل با قبض روح میاد، گرفتن جان میآید، آیا تو پاره کردن میتونی؟ اون دوست در جواب گشت و گفت نمیتونم. گفت از عهده این کار اومدن نمیتونم. وقتی که عزرائیل میبینی رهگو میزنی، از کجا پاره کردن میتونی؟ گفت دیدی به مقصد آمدی. در حالی که یک کار آسان پاره کردن باشه در او حالت انجامش دادن نتونی، از کجا تو لا اله الا الله گفتن میتونی در او حالت؟ به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنی که در جوانی طاعت بندگی الله کنی
و همیشه دعا کنیم از گناه های کرده خود استغفار از الله متعال طلب کنیم. از الله متعال خواهانی هستم که الله متعال توبه ما و شما را توبه نصوح بگرداند. از گناه هایی که کردیم پروردگار مهربان ما را بازگشت به سوی اون گناه ها نگرداند و همه امت اسلام را الله متعال این از این وبایی که به سر ما اومده است الله متعال همه ما و شما را نگهبان باشد. آمین.